گفتم مصطفی دیوونه، پسرش از شخصیت‌های معروفه برام، اسمش نمیگم الان همین الان هستش. دیوونه یه دعوا بود، یه نفری میزد تو 100 نفر آدم چاقو میزد برمیگشت. از روز اول محرم تا آخر سفر حواسش دیگه بود. نزدیک دهه اول محرم شد، به نوچه‌هاش گفت امسال میخوام روزه بگیرم. آقا مصطفی شما؟ بله میخوام روزه. برید معروف ترین منبری تهران رو پیدا کنید، دعوتش بگیرید بیان برام روزه بخونه. نوچه‌ها رفتن گفتن آقا معروف ترین منبری تهران حاج احمد صاحب نفسه، از بس زیبا و خطاب درست میگه معروفه و مشهور تو مردم به صاحب نفس. گفت دعوتش کنید. رفتن در خونه‌اش. سلام علیکم. علیکم السلام. ما از طرف مصطفی اومدیم. مصطفی دیوونه. خوش اومدی. امسال میخواد دهه اول محرم روزه بگیره، خواسته شما براش منبر برید. گفت با مصطفی سلام برسونید، بگید من تو ذی‌حجه و ذی‌قعده وعده‌امو قول دادم، اما بهش بگید خیلی خوشحال شدم که مصطفی هم میخواد بره ارباب روزه بگیره. اومدن به مصطفی گفت اینجوریه، بریم در خونه‌اش. هردن کلوف بود، نمیپذیرفت این حرفا. اومد دم در علیک سلام، بفهم سلام علیکم، باید بیه برام من. گفت باید نداره. نوچه‌هاش گفتم بابا این مصطفی دیوونه است. گفت بابا من اربابم سید الشهدا است. گفت بابا من اربابم سید الشهدا است. آقا من وعده‌امو قول دادم، برید راضیشون کنی، یکیشونو به اون ساعت شما میخوره میام برای شما منبر، برام فرق نمیکنه. اومدن در خونه پرسیدن کیه، یکی پیرمردی روزه میومد در خونش، در زد مصطفی دیوونه رو ترسید. من بله اینجا آقا مصطفی فلان. گفت فلانی شینا برای شما میخواد منبر. بله برای ما میخواد منبر. برای شما نمیاد برای ما میاد. بنده خدا ترس گفت باشه آقا برای شما. از شب اول حاج احمد اومد رو منبر نشست، بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرد به روزه خوندن. اینا هم لات بودن، گردن کلوف بودن، تکون نمیخوردن که، قلب محکم شده. گفت سرشون مینداختن پایین، بعضی موقع میزنن پشتون. همین شب اول منبر نه با تکونی نمیخورد. شب دوم، شب سوم، چهارم، پنجم شد، شب آخر مصطفی دیوونه اومد گفت آجی چه جوری منبر میری؟ با ادبیات خودش گفت من بلد نیستم، من اینجوری بردم صحبت کنم. گفتم امشب اگه اجازه بدی من 10 دقیقه رو قبلت برم با اینا صحبت کنم، بعد شما بگو. فوقا صاحب اختیاری. مصطفی دیوونه اومد نشست رو پله اول منبر. گفت رفیقا لاتا گردن کلفتا، امشب شب آخره. این آخوندا میگن امشب شب مزده. سالهاست گفتن شب آخر مادرش میاد تو جلسه. اول که به احترام مادر سادات لاتا سراتون رو بزین پایین، میگه همه سراشون رو انداختن پایین، میخواد مادر سادات وارد جلسه بشه. دوم این که قبول دارید من از همتون گردن کلفترم؟ همه گفتن بله. از همتون لات‌ترم، از همتون خلافیشتر کردم، از همتون بیشتر چاقو زدم، از همه بیشتر چاقو خوردم. همه گفتن بله. گفت آی مردم، آی لاتا، آی گردن کلفتا، آی نوچا، آی مردم، من آقاتر از سید الشهدا تو عالم ندیدم. تا گفتم میخوام روزه بگیرم انگار همه گذشتم و فراموش کرد. نگفت نه تو نمیشه، تو خلافکاری، تو گناهکاری. نه آی لاتا، آی گردن کلفتا، میخوام چند دقیقه براتون حرف بزنم بعد حاج احمد بره منبر. اینا که تو کربلا جلو سید الشهدا رو گرفتن لات نبودن، یه مش اراذل و اوباش بودن. ما لاتا بچه 3 ساله نمیزنیم. ما لاتا دستمون روی زن بلند. ما لاتا اگه با یکی دشمن خونی هم باشیم، با زن و بچهش تو کوچه ببینیم جلوشو نمیگیریم. ما لاتا اگه یکی رو با چاقو زدیم دیگه پامالش نمیکنیم.